سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان گرامی، جمعه مبارک. امروز روز سعید جمعه است، حج المساکین. خداوند طاعت و عبادات ما را قبول گرداند. ما داریم طرف مسجد راکی میشیم انشالله، ولی در مسجد پراسپکت میر امکان صحبت کردن نداریم، چونکه سفارت جمهوری تاجیکستان صحبت ما را در مسجد از مفتیات خواهش کرده است که ما دیگر صحبت نکنیم. امروز صبح جوان 18 ساله از طبقه دهمی ساختمان افتیده جان به جان آفرین آفریده است و سپریده است. برای همین من دیرتر انشالله یک ویدیو از جای حادثه خواهم کرد. از همین شما خواهش میکنیم که برای اون برادر دعا کنید. چند ماهی پیش، گمان کنم 2 ماه 3 ماه پیش، ما دیپارتاسی اون برادر را اتمینیت کرده بودیم. دیپارتاسی شده بود، رفته اتمینیت کرده بودیم. این صبح برای ما دوستا زنگ زدن، گفتن که از طبقه دهم به زمین افتیده است و شهید گشته است. چیزی دیگری میخواستم بگم این است که یک خواهر زنگ زد و برای ما اعلام کرد که از امریکا کدام یک وینی براش زنگ زده است یا نویس کرده است. ببینید زنها و دخترای زیادی هستند که شب و روز در اینترنت میشینند و دوست میکوبند، جوره میکوبند و با هر مرد صحبت میکنند. زنای خودمون، یعنی زنای مسلمان تاجیک. اون زن میگفت که با یک امریکایی شناس شده است و او امریکایی گفته است که من وینی هستم و میخوام به روسیه بیایم و من میخوام اسلام قبول کنم و از این خواهر خواهش کرده است که $600 برای اون وین ارائه کند، زیرا که او در امریکا این کار، یعنی پول سپریده نمیتونست است. ببینید در روز صدها نفر هموطنای ما زنگ میزنن و از ما میپرسن. چند وقتی پیش ما یک ویدیو کرده بودیم، یک برادر از شهر تیومین $2000 برای همین خیلی یک امریکایی، برای همین خیلی یک وین آدم روان کرده بود، سپریده بود و گویا اون که اون بار روان کرده است و اون بار دبی رفته است و از دبی با کجای دیگه انگلیا رفته است و اون بار در درونش $1,000,000. یک افسانه های پوچ که باور کنید کودک صنف 1 به این افسانه باور نمی کند، ولی بچه های ما، برادرای ما، خواهرای به شوهر ما که بسیار آرزو دارن که شوهر امریکایی کنن، $600 $1000 $2000 حتی $10,000 هم به همین خیلی دروغگوها باور کردن، ماشین کد پول روی میکنن. بعد پول روان کردن، بعدی که خبر رو درک نشد، بعد به ما زنگ میزنن میگن که اکا ما همین کارا کردیم، چیکار کنیم که پول برگردونیم؟ یعنی پولی که رفت دیگه برگردونده میشود. من خواهش میکنم همین افیروی ما گوش کنید، به اینترنت باور نکنید. در این اینترنت 99% چیزایی که هستن، اینفورماسیون که هست، همش دروغ است. التماس هوشیار باشید. خواهرا، زنای تاجیک، عقلتون کار فرمایید. خدا نگهبانتون.